بسیاری از این مردمی که اینجا در فرودگاه دوشنبه جمع آمدند یک سال دراز و زیادتر از آن هم منتظر همین روز بودند. بلیط گریز از بیکاری گرفتند. زندگی روزگار از پشت همینه. تا اینجا ما کار نمیکنیم. کاری نیست. بیکاری. مجبوریم میریم روسیه. من برای سمر میرفتی بودم. پدرم انتظاره. برای کار؟ شوفری؟ در اینجا کار نیست است. بیشتر از 250 مسافر اولین کسانی می شدند که در نخستین پرواز معمولی برای کار و دیگر ضروریاتشان بامداد 3 اپریل به روسیه می رفتند، اما نشد. مقامات گفتند سبب سری وقت تغییر ندادن سندهای رسمی در روسیه بوده است. رسپرجن 635 که از 20 مارت سال 2020 امضا شده بود در اون وارد کردگی نیستند. با وجود مراجعت‌های به تکرار، مسافران زیادی که از گوشه و کنارهای تاجیکستان آمده بودند فرودگاه را ترک نکردند با امید آنکه به هواپیمای شرکتی یوتیر راه می‌یابند. اینجا هم آدمای ایستادگان اینها وجه پیشش ممکن 1 سال 1.5 سال شده باشد در اینجا. اینا شاید ایمن زیادتر انتظار بدن این مدت و این حالت رو. خیلی نمیدونیم از چی میشد. نمایندگان شرکت یوتیر وعده دادند که هفته آینده همین مردم را به روسیه میبرند به شرطی که تغییرات وعدگی در سندهای روسیه وارد شود. همین خط سیر در یک هفتگی ما مونده است. هر روز جمعه است. تا این روز جمعه اجازت ها ما گرفته میشد. همین مسافرها با همین چپته ها در این خط سیر گذرانده میشن و پرواز میکنند. پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه ماه مارت سال 2020 با هدف پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نو قطع شد. ده ها هزار مهاجر در آن طرف و بسیاری از مهاجرانی که برای استراحت به وطن آمده بودند اینجا ماندند. از بس که از بیکاری به گفته خودشان خسته شدند میخواهند زودتر بروند و به جایی که ظاهرا درش را برای آنها به آسانی باز کردنی نیست.